سلام دوستای عزیزم، به کانال من خوش اومدید. مرسی که با داستان دیگه همراه منید. امشب میخوام یه داستانی بگم. حقیقتا من خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتم. داستان از این قرار بوده که یه خانومی به اسم محبوب خانوم یه زندگی کاملا معمولی داشته، یه خواهر برادر بزرگتر از خودش داشته و محبوب خانوم داستان ما حدودا مثلا الان 48-50 ساله هستن. خب و برای ما تعریف کردن این داستان رو به این شیوه که داستان واقعی زندگیشونه و گفتن که سالها قبل یه خواهر برادر حالا بزرگتر از خودشون در طول زندگیشون داشتن که اینا ازدواج کرده بودن، درگیر مسائل خودشون بودن توی خونه زندگی. خواهرش ازدواج کرده بوده، خیلی توی زندگی خودش خوشبخت نبوده و با همسرش دچار مشکل بوده با اینا و برادرش هم حالا به نحوی گاهی بدهی بالا می آورده که پدر مادرش مجبور بودن کمکش کنن و این بچه آخر بوده، نسبت بهش بی تفاوت بودن، نسبت بهش اینکه یه گوشه میرفته مدرسه می اومده و اینا، تا اینکه در سن کم که هنوز 20 سالش نشده بوده بهش میگن که تو باید با فلانی ازدواج کنی و فلانی میاد خواستگاریش و وقتی که ازدواج میکنه زندگی رو شروع میکنه متوجه میشه که خانواده‌اش نرفتن تحقیقات کنن در مورد همسرش و همسرش معتاده، سر کار نمیره و زندگی خوبی نداشته. خلاصه که هر بار به خانواده‌اش هم میگفته، اینا هم گفتن باید بسازی و زندگی کنی، تا زمانی که خودش تصمیم میگیره که جدا شه و همسرش میگه که من هیچی به تو نمیدم و جدا شی و ایشون هم قبول میکنه و جدا میشن. زمانی که پدر مادرش متوجه میشن و میفهمن میگن که اصلا بهش بگید طرف خونه ما نیاد، چرا که طلاق گرفته و ما ناراضیم. ایشون میره خونه دوستش، اونجا زندگی میکنه و هر بار با خواهرش تماس میگرفته، میگفته مثلا من خونه دوستمم، اذیتم، درد و دل میکرده. خواهرش هم چون زندگی خودش خوب نبوده و قرص اعصاب میخورد و اینا، میگفته آخه تو که میدونی ما حامی و پشتیبان نداریم، مثلا چرا این کارو کردی؟ خب آقا خلاصه یه روزی شوهر خواهرش بهش زنگ میزنه، میگه غیرت من اجازه نمیده، من یه پولی به تو میدم در حدی که بری یه خونه 40 متری اجاره کنی و زندگی جدیدتو شروع کنی. میگفت من اول فکر کردم که ایشون این برادر منه، میخواد حامی من باشه و من گفته که کار کن، یه سال دیگه 2 سال دیگه این قرض تو به من بده. میگفت وقتی که من این کار انجام دادم و خیلی خوشحال شدم و احساس کردم که یه برادر دارم، کم کم متوجه شدم که شوهر خواهر من به من چشم داره و این کار اثر خیرخواهی نکرده. کم کم تماس میگیره، میگه خواهر تو خوب نیست، من با خواهر تو مشکل دارم، منو درک نمیکنه. حالا خودش 1000 تا مشکل داشت که خواهر رو مریض کرده بوده و این میرفته یه خیاط خونه شاگردی میکرده و راسته دوزی میکرده. اونجا که تو فکر بوده و خودشو به اون راه میزده و یه حسی که مثلا من متوجه منظور تو نیستم، تا این برادرمی به شوهر خواهرش میداده، یه خانومی اونجا با هم دیگه که صمیمی شده بودن میگه آره جریان از این قراره، شوهر خواهرم اینطوری یه پولی به من قرض داده، احساس میکنم که نیت خوبی نداره و انگاری که این کار انجام داده که بتونه از من سوء استفاده کنه و الکی میگه من میخوام خواهرتو طلاق بدم و فلان اینا. این خانم میگه که ببین من یه پولی تو بانک دارم، فعلا استفاده خودم نمیشه ولی باید به من پسش بدی، حتما اینو بگیر به اون بده و خودتو خلاص کن. این هم این کار انجام میده و به شوهر خواهرش میگه من متوجه مفهوم و منظور تو شدم، این پولت و دیگه هم خواهشن به من کاری نداشته باش. آقا این ماجرا میگذره، درستش کنم با شما ندارم دیگه. آقا این ماجرا میگذره و این هر روز که میرفته سر کار همکارش رو میدیده میگفته خدایا من با این پول با این حقوق چه جوری سری پول اینو پس بدم، زیر دین و منتش رفتم. تا اینکه یه روز داشته که از سر کار برمیگشته با دوستش، میبینه که در یه خونه با خط که با دست نوشته شده، نه تایپی، نوشته که ما به یه پرستار تمام وقت نیاز داریم. اینم خوشحال میشه و به دوستش میگه من که کار دارم، حالا فردا برو صحبت کن. میره و صحبت میکنه و در خونه رو میزنه و در کناری که بزرگتر بوده اون در باز میشه. ایشون وارد میشه و میگه شما برای پرستار اینجا اعلامیه زدی، من اومدم میخوام شرایطو بدونم. یه آقای مثلا اونم یه آقای بزرگتری نسبت به خودش، این چون در دوره جوانیش این اتفاق افتاده بوده دیگه، نه میان سالش، یه آقای میان سالی بوده و گفته که آره مادر من 85 سالشه، شرایطش اینه کاراشو خودش میتونه انجام بده، فقط صرفا ما میخوایم که مادرم تنها نباشه و یه غذای ساده هم درست کنی براش. اینم میگه که ببخشید حقوقش چقدره، 3 برابر حقوق جایی که داشته کار میکرده رو میگن و این خیلی خوشحال میشه، میگه من میتونم بیام تمام وقت اینجا زندگی کنم، خرج خورد و خوراکم هم میدن، پول پیش اون خونه رو میگیرم، قرضمو به همکارم هم میدم، خیالم راحت میشه. میگه که من از کی میتونم کارمو شروع کنم؟ میگه شما همین الان. میگه که نه من برم خونمو پس بدم و 1-2 روز دیگه بیام اگه شما اجازه بدید.
این آقا میگه اشکال نداره بیای. فقط قبلش میره خانومو میبینه و با خانم که سلام میکنه، مثلا زیاد اهل صحبت کردن نیست مادرم و کاراش هم خودش انجام میده، یعنی اصلا شما لازم نیست کاری کنید، فقط تنهاش نذارید و یه غذایی هم حالا درست کنید. اینم خوشحال، پاش رو زمین بند نبوده، میاد کاراش رو میکنه و پول و پیشو میگیره و به همکارش میده و میره از همکاراش خداحافظی میکنه، خونه رو هم پس میده و خلاصه میره اونجا سر کار. وقتی که میره اونجا یک اتاق، آقای میگه که یه اتاق انتخاب کن، منم ماهی یه بار میام به مادرم سر بزنم و اینا. و اینم میگه که آقا من یه بار جدا شدم که مشکلی درست دیگه پیش نیاد، همین الان راستش رو بگم که مشکلی پیش نیاد، من جدا شدم یه بار و پدر مادرم حامیم نیستن، مجبورم کار کنم و یک پشتیبان و آینده‌ای برای خودم درست کنم، خودم پشتیبان خودمم. این آقا چی نمیگه اصلا، به جای اینکه مثلا بپرسه آقا تو کی، چی، مدرک بده فلان اینا که میخواد، اصلا چیزی هم نمیگه. اینا میگه چقدر مثلا اینا اعتماد کردن. و آقای میاد و اون آقای میگه هر اتاقی که راحتی، خونه خیلی بزرگ بوده، حیاط بزرگ داشته و خیلی اتاق داشته و عیونی بوده ولی قدیمی، میگه که هر اتاقی که دلتون میخواد و انتخاب کن، توش راحتی دیگه، همین دیگه. اینا میگه من عاشق کتابان بودم، کتابان برداشتم، اتاق روبروی اتاق اون خانم مسن رو انتخاب کردم که راحت در دسترسش باشم یه موقع مشکلی پیش بیاد و شروع کردم. میگفت اتاقو تمیز کردم، خونه رو تمیز کردم. وقت نهار شد اومدم دیدم خانم بیدار شده، بهش گفتم من از این به بعد پرستارتم، غذا میخوام الان درست کنم. ای کاش که میپرسیدم از آقا پسرت که تو فشار داری، قندی داری، چیزی داری، دارویی داری. گفته بود نه. خانم سکوت کرده بود، جوابی بهش نداده بود و این با خودش این فکرا رو میکرد، کاش میپرسیدم چی براش درست کنم. میگفت رفتم تو آشپزخونه، یه دفعه خانم از تو اتاق ببخشید خانم، میگفت فکر کردم اشتباه شنیدم. گفته ببخشید خانم یه چیز ساده درست کن، یه سوپ. میگفت گفتم وای خانم من فکر کردم شما صحبت نمی‌کنی. گفته نه من زیاد صحبت نمی‌کنم وگرنه که صحبت می‌کنم. میگفت سوپو درست کردم، رفتم کنارش نشستم، عین دو تا رفیق شروع کردیم صحبت کردن. گفت البته ایشون بیشتر شنونده بود. گفتم زندگی مشکل داشته، این بودم، اینجوری بزرگ شدم، تک و تنهام، پشتیبانی ندارم و اینا. میگفت این خانم گفته که، میگفت سکوت کرد، حرفمو گوش کرد و اینا. میگفت خدا بزرگ. میگفت روز بعدش من گفتم برم حیاطم تمیز کنم، این حیاط انقدر بزرگه، مشخصه که مثلا خیلی تمیزش نکردن، این آقای بهش نرسیده، اینم خانم مسنه و اینا. میگفت رفتم جارو کردم، مگه تموم میشد این حیاط؟ میگفت یه دفعه دیدم یه دختر بچه 5 6 ساله رو دیوار داره راه میره. میگفت بهش گفتم دخترم عزیزم، دختر خانم نیفتی یه موقع. میگفتم بچه اصلا تحویل نگرفت. میگفت کارم که تموم شد خسته شدم، رفتم تو اتاق تو خونه و به حاج خانم گفتم که حقیقت من یه دختر بچه دیدم، فکر کنم مال همسایه است، اومده رو دیوار. بعد هرچی گفتم نیفتی هم گوش نداده. بعد میگفت حاج خانم سر تکون داده و هیچی نگفته و گفتم راست میگفت، به ما چه مال همسایه بوده دیگه. میگفت روز بعد رفتم ادامه حیاطو تمیز کنم، احساس کردم صدای خنده یک بچه رو من شنیدم. میگفت باز گفتم حتما دیروز که من اینجوری دیدم، الان توهم زدم فکر میکنم. میگفت تحویل نگرفتم. میگفت من همینطور 1 ماه اینجا کار کردم و خونه رو تمیز کردم، مرتب کردم و تا اینکه روز پسر این خانم اومد که به مادرش سر بزنه. به من گفت همه چی خوبه. گفتم عالی، دستتون درد نکنه. گفتم میخوام در مورد موضوعی با صحبت کنم. من یه عمویی دارم، همسرش ازش جدا شده، رفته خارج، همونجا هم فوت کرده، بچه‌هاش هم همه خارجه. عموی من 60 سالشه، خیلی هم پول داره. به نظر من اگر صلاح میدونی و شرایطشو داری و میخوای بیارم باهاش ازدواج کنی، آشناشی تا ازدواج کنی. میگفت من گفتم من باید فکرامو کنم. میگفت رفتم پیش حاج خانم، بهش گفتم آره پسرتون این موضوع رو با من در میون گذاشته و ایشون هم گفته که آره آقا بهرام خیلی آقای خوبیه، خیلی آقای خوبیه. و میگفت منم گفتم که چیکار کنم؟ گفته ببین تو هر چقدرم کار کنی بالاخره به نظر من، خب یه ذره زمان قدیم بوده دیگه، یه مردی باید پشتت باشه. به نظر من ببینش ضرر نداره. میگفت اینا اومدن و من دیدم چقدر لایف استایل سالمی داشته، چقدر این آقا اصلا به 60 ساله ها نمیخوره و اینا. و میگفت که ما با هم ازدواج کردیم، ایشون منو پسندید، من ایشونو پسندیدم و با هم ازدواج کردیم. میگفت من دیگه توی زندگی خوب و مرفه رفتم. میگفت زمانی که ما ازدواج کردیم با هم دیگه، بعدش اومدن پسر این خانم ماجرا رو برای من تعریف کردن. اینجا بود که میگفت من واقعا خیلی متعجب شدم. دیدم که این پسر این آقا میگه که دختر من 4-5 ساله بوده که همسرم فوت میکنه و چون کسی نبوده ازش نگهداری کنه میارم خونه مادرم، یه خانومم میگیرم پرستارش باشه که ازش مراقبت کنه. چون این خونه خیلی بزرگ بوده، پرستارش رفته توی خونه دنبال انگار آشپزی یا حالا کاری که داشته. دختر من توی این استخر بزرگ توی حیاط
اسباب بازیش میفته، استخر آب بوده و این به هوایی که میتونه برداره اسباب بازیشو خم میشه، میفته توی استخر غرق میشه و فوت میکنه. یه روز این دختر من میاد به خواب مادرم، میگه یه خانومی هست خیلی دلش پاکه، میخواد که احتیاج به کمک داره و من میخوام که شما بهش کمک کنید. یک اعلامیه پشت در بزنید که پرستار میخواید، این خودش میاد و شما بهش کمک کنید. برای همون ما اون اعلامیه رو زدیم که پرستار میخوایم. شما روز بعد اومدی، من و مادرم خیلی تعجب کردیم که خودت اومدید. بعد در مورد زندگیت صحبت کردیم، مشخص شد که واقعا مشکل داری و بعد ما پیشنهادمون این بوده که با عمومون ازدواج کنی و مثلا راحت شی و مشکلاتت حل شه. و این گفت متوجه شدم اون دختر بچه‌ای هم که من دیدم روح این دختر بچه بوده و خوشحال بوده و بازی می‌کرده و می‌خندیده از اینکه من تو اون خونه اومدم و مشکلاتم داره حل میشه. اینقدر این داستان منو تحت تاثیر قرار داد، کاملا واقعیه دوستان، اینقدر منو تحت تاثیر قرار داد. با خودم صحبت کردم، گفتم خداوندا بزرگی تو شکر، اگر کسی به تو ایمان نداشته باشه و اعتماد به تو این دنیا نداشته باشه و از تو نترسه، واقعا بنده تو نیست. این داستان رو دوست داشتم با شما هم به اشتراک بذارم. خیلی ممنونم که گوش کردید. کانال منو ساب کنید، منو حمایت کنید و میدونید که من خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.